برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. سلام تماشابینان عزیز، شوکت محمد با شما هستم. امروز در برنامه تحلیلی دیدگاه درباره وضعیت پهن‌شوی پاندمی کرونا ویروس در تاجیکستان صحبت میکنیم. انیق‌ترش در یک ولایت سوخت. بنا به گزارش وزارت تندرستی تاجیکستان در یک شبانه روز گذشته 41 نفر رسما همچون شخصان گرفتار شده به بیماری کووید 19 ثبت شدند و در عموم تعداد مبتلایان به بیماری از 10,570 نفر عبور کرده است. طبق اطلاع وزارت تندرستی بیش از 9,600 نفر شفا یافتند و از این بیماری 80 نفر جان به جان آفرین سپاریدند. از اول پهن‌شوی این ویروس در تاجیکستان به آمار رسمی درباره بیماری کووید 19 یگان متخصصی مستقل باور نکرد. همه گفتند و گفته ایستاده‌اند که تعداد گرفتاران و تلفات به مراتب بیشتر از آن است که وزارت تندرستی میگوید. اما مقامات تاجیکستان صدها فوتیدگان را از پنیومنی مرد، از التهاب ششم مرد گفته خودشان برده گرانیدن گرفتند. تا حال در همه شهر و نواحی کشور 233 تلفات جانی هست. در دل خود دهه مقامات حالا هم شمارشان هر روز یک خیل از 30 تا 40 نفر را بیان میکنند. گویا بیچاره کسل میشده ها با وزارت مصلحت کردگی میرد میگن بیمار میرود میگن نشد اکنون امروز نقشه اجرا شد 40 نفر شدیتان اکنون تو فردا کسل بشوی. امروز جیم مکک رفته دم گرفته فردا بیا، فردا به قید میگیریم. وزارت تندرستی تاجیکستان رسما با ویروس کرونا شاید شرطنامه بستگی است. در تاجیکستان در یک روز زیاده از 40 نفر سرایت نمی شود. اگر مبادا سرایت شد کرونا ویروس باید از تاجیکستان بدرقه شود. بیچاره کرونا ویروسی به تاجیکستان آمده نزد دیگر دوستانش که به کشورهای دیگر رفته‌اند شرمنده. اینجا مقامات تاجیکستان به قوت این کرونا ویروس به دگوار کار میکند. به حساب مخصوص در یک روز از 30-40 نفر به نفر زیادتی سرایت نمی کند. در تاجیکستان مقاماتش جدی نمیماند که از 40 نفر کرونا ویروس به نفر زیادتی سرایت کند. حالا به فکرم بعضی تماشابینان به این باور کردن. نه دوستان، شوخی میکنم. همه جا فترات این مقامات تاجیکستان حتی از عهده آمار دروغ را ساختن نمیبرایند. حالا چنان دست و پا گم کردند که به هیچ گفتار راست نمی آید. ببینید، معروف محمدزاده رئیس شهر خوجند با رئیسان محله ها یک جلسه برپا کرده از بی‌مسئولیتی رئیسان محله ها درباره پیشگیری و مبارزه با بیماری کووید 19 اظهار نگرانی کرد. از رئیسان محله ها. دولت و حکومت به شما باور کرده وظیفه داده است. امروز وقتی آن است که به وظیفه‌تان صادق باشید، مردم را حمایت نمایید. برای سلامتی مردم چاره اندیشی کنید تا مردم از بیماری تلف نیابد. متاسفانه یگان چاره بینی نکردید. یگان پیشنهاد نسبت خروج بیماری کووید 19 از جانب رئیسان محله را ندیده ایستاده ایم. در آغاز 1-2 بار کارهای بی‌ضررگردانی را گذرانیدید. دیگر حالا از یاد همه این کارها برآمده رفت. این شوخی نیست. جان آدم رفته ایستاده است. تلفات شده ایستاده است.
رئیسان محله میدانید که از کدام کوچه به کدام سبب فوتید. تمام، ما دیگر مهلت داده نمیتونیم که 1 ماه یا 2 ماه کارش را درست کرده تواند. تحلیل میکنیدان که کدام رئیس محله در همین سمت بی‌طرفی کرده باشد و کار را درست براه نمانده است. برای من گزارش میدهتان دیگر یگان روز کار نمیکند. کار میکردگیش کار میکند، کار نمیکردگی به جایش دیگر کس تعیین کرده میشود. شخصان مسئول را ماندن در کار که در این مسئله درست کاربری کنند. شنیدید می تماشابینان عزیز چه خیلی قهر رئیس شهر خوجند برآمدگی؟ رئیسان محله را از وظیفه اشان سبکدوش کردنی. رئیسی محله را او این رئیسی محله چی خیلی وظیفه بوده است؟ یک کاربری فیسبوک این مسئله یک نظری خوب نوشته است. ببینید چی میگوید. بیچاره رئیسان محلی کی هستند؟ آنها معاش نگیرند. عجایب مسئولیت را از خود دور نموده به رئیسان محله ها میپرتایید. سخنان خنداور میگوید. محترم رئیس، شب برنامه اخباری روسیه را تماشا کنید. از پرزیدنتش آغاز کرده تا وزیر گوبرناتورها چیکار کرده ایستادند. شما باشد رئیسان محله میگوید. این هم میلش. حالا مقامات شهرداری خوجند با اعلام این که 45% از بیماران کووید 19 در این شهر در پی حضور در مراسم توی عروسی آلوده شده‌اند، دستور داده است که دخترداران ببرند دخترشان را با 1 کاسه آب نکاح کرده دادن گیرند. توی پوی لازم نیست. معروف محمدزاده شهرداری خوجند دستور داده است که هنگام برگزاری مراسم عروسی هر گونه برنامه با شرکت نوازندگان، عکس برداران و حضور دوستان عروس و داماد ممنوع کرده شود. ببینید، بر این اساس تنها به 4 نفر اجازه داده می شود که هنگام ثبت ازدواج در دفترهای رسمی حضور یابند، یعنی زکس روند، و مراسم جاری کردن خطبه نکاح نیز به شدت محدود و با شرکت والدین و نزدیکان برگزار خواهد شد. شهردار خوجند تهدید کرده است که در صورت سرپیچی از این دستور مجبور می شود برگزاری مراسم عروسی را کاملا ممنوع کند. به این منظور والدین عروس و داماد قبل از برگزاری مراسم زبان خط خواهند داد که دستور نوی میر شهر را رعایت خواهند کرد. ببینید، دیگه 1 تن ها رو میمونی 1 تن آش پلاوا میپزی برای پیشوای شکمبه توی میکنی. جشن شکمبه ها اجازت، توی عروسی اجازت نه. چه خیلی فهمیدم ممکن. همه این واهمه برای چی؟ اگر از ماه اول اپریل تا به همین روز همگی 80 نفر فوتیده باشند، به همین هم میفوتند خیر. همه این واهمه برای چی؟ همه جا آرام و تنج باشد. رئیس دومین شهر بزرگ کشور همین خیلی دست پا گم میکند می؟ نه آخر. خیلی حالت نگران کننده است. طبق اطلاعی به دست ما آمده همه روزه در ولایت سوخت 10 نفر فوتیده ایستادند. 10 نفر. در خود شهر خوجند همه روزه 5-10 نفر از گرفتاری به کرونا ویروس میفوتند. همه روزه. تماشابینان گرامی ببینید، در همین جلسه شهر خوجند فیروزه نورالله زاده معاون رئیس شهر خوجند اطلاع داد که از آغاز ثبت پاندمی کرونا ویروس تا امروز در شهر خوجند
4650 موردی سرایت بیماری قید شده است. از این شمار 3114 نفر در بیمارستان‌های کلینیکوی، سرایتی و تولدخانه خوجند طبابت گرفته، 1536 نفر در زیر معاینه آمبولاتوری دکتران قرار داشتند. نورالله‌زاده گفت که عین حال 128 نفر با سرایت التهاب شدید شش در بیمارخانه ها، 64 نفر با همین گونه تشخیص بیماری در طبابت آمبولاتوری و 35 نفر با علامت کووید 19 زیر نظارت آمبولاتوری قرار دارند. چند کس از این بیماری فوتید گزارش نیست. فیروزه خانم، این چی خیلی گزارش شد؟ کنی شماری فوتیدگان. محترم رئیس شهر خوجند معروف محمدزاده، آخر این معاونتان آمارگیری کرده نتوانسته است؟ یا خودتان امر دادید که شماری فوتیدگان را نگوید؟ دویمینش به حق نزدیکتر است، به واقعیت. شخصا خودتان فرمان دادگی که شماری فوتیدگان را به زبان نبیارد. حالا نگرید، شما مسئولی رسمی دولتی میری شهر از عهده حساب فوتیدگان را معین کردن نبرآمده اید. اکنون بیچاره کمیته های 22 محله شهر خوجند از دستشان چی می آید؟ شما با کمیته های محله، با رئیسان محله معاش ندهید. این یک وظیفه رسمی دولتی نباشد. همین خودتان از عهده کار نمی برایید، بعد حتما همین نوع عهده برای شما به گردن رئیسان محله حواله شود می؟ از مسئولیت گریزی. بر ضمن این همین حالت شما نشان میدهد که خیلی شما در حالت دست تو پا خوردگی هستید. خیلی دست تو پا خورده اید. خیلی در تکاپو هستید. نه؟ البته. تماشابینان عزیز دیده ایستاده اید؟ مسئولین چگونه در تکاپویند؟ چندین روز به چنین جلسه ها آماده شده می آیند، باز هم با آمار ساخته و بافته، با دروغ های شاخدار. ببینید، وزارت تندرستی میگوید از آخر ماه مارس تا به امروز در تاجیکستان از این بیماری همگی 80 نفر فوتیدند. همگی 80 نفر فوتیدند در تمامی تاجیکستان از ماه اپریل تا به همین روز. اکنون به این معلومات اهمیت دهید. مسئولان حکومت ناحیه اشت در جریان برگزاری جلسه درباره آمار سرایتیابی، شفا و فوت از بیماری همهگیری نوع کووید 19 به آصف خان شریفزاده، مدیر شعبه صنعت و انرژتیکی حکومت سوخت گزارش دادند که در ناحیه اشت چقدر از کرونا ویروس فوتیدند. انیسه جلیلی، معاون رئیس ناحیه اشت، ضمن گزارش گفته که عین حال در ناحیه از سنه 29 اپریل سال جاری تا سنه 19 اکتبر 183 نفر با نشانه های بیماری کووید 19 بستری شده، از آنها 150 نفر صحت یافته، 18 نفر به هلاکت رسیدند. 18 نفر. حالا در بیمارخانه مرکزی ناحیه 15 نفر طبابت گرفته ایستاده‌اند. فهمیدید می تماشابینان عزیز؟ در یک خود ناحیه اشت 18 نفر فوتیدند. این حساب 22.5% شمار عمومی فوتیدگان در تمام مقیاس جمهوری است. از 4 حصه در یک ناحیه. به حساب میانه اگر 4 ناحیه دیگر همین قدری اگر فوتیده باشند 80 نفر میگذرد. در تاجیکستان چند شهر و ناحیه هست؟ در تاجیکستان چند شهر و ناحیه هست؟ تاجیکستان
62 ناحیه دارد. 368 جماعت دهات هست. حالا ببینید همین حساب 80 نفر از ماه اپریل تا به امروز به هر یک ناحیه 1.5 نفری هم راست نمی آید. 1.5 نفری. حساب درستش 1 از 10 نفری است. اکنون خودتان بگویید در یک ناحیه در تاجیکستان از ماه اپریل تا به امروز از گرفتاری به کرونا ویروس همین 1 یا 2 نفر فوتید؟ همین آمار درست است؟ حال آنکه در دهه‌های دوردست از مرگ 10 نفر در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند. از یک خودی ناحیه استرافشان روی خط 190 نفر فوتیدگان با گرفتاری از کرونا ویروس در دست ما است. ببینید اینجا یک چیز را باید قید کنم که اگر به خریطه نگاه کنیم ناحیه 8 3 طرفش جمهوری همسایه ازبکستان پیچونده است. 3 طرفش را راه ها محکمند، راه ها بسته شدند. ناحیه 8 اگر به خریطه نگاه کنیم تنها با یک گردنه تنگ با ناحیه باباجان غفوروف همسرحد است از تاجیکستان. دیگر باقی مانده 3 طرفش جمهوری ازبکستان است که راه ها بسته اند. بین ناحیه باباجان غفوروف و ناحیه 8 تقریبا 60 کیلومتر صحرای بی آب و بدون اهالی است. تخمینا 60 کیلومتر ده وجود ندارد، اهالی وجود ندارد. یک صحرا است. دشت 8 میگویند. میبایست شمار گرفتاری و فوت از کرونا ویروس در ناحیه 8 از همه کمترین در مقیاس تاجیکستان میبود. برای چی؟ چون که شرایط طبیعی خود انزوایی وجود دارد. اکثریت جماعت ها با هم پیوست نیستند. بینشان فاصله هست. اکنون ناحیه باباجان غفوروف 2 برابر ناحیه 8 اهالی دارد و شهر خوجند مرکز ماموری ولایت سوخت را گرد به گرد ناحیه باباجان غفوروف پیچانده است. در شهر خوجند و ناحیه باباجان غفوروف قریب 500,000 اهالی زندگی میکنند. در شهر خوجند و در ناحیه باباجان غفوروف اکثریت دهات به هم پیوست هستند. اکنون یابید و گرید در 8 که فوتیدگان 18 نفر باشند در خوجند چند نفر فوتیدند؟ اقلا دروغ گفته نمیتوانند این بیچاره ها. چه خیلی حکومت داری کرده آمده ایستادند. آدم حیران می شود. بجز دزدی، غارت مردم، فریب مردم، فراست به هیچ جای دیگر کار نمی کند. همه هوشیات در زده گیرم، زنم گیرم، تمام. های منصب داران یک محفی بیسوادی تشکیل کنید در همین خودی دایره حکومتداران، در دایره مسئولان یک محفی بیسوادی تشکیل کنید اقلا کتاب متماتیک را تا صنف 3 خوانده کره جمع و طرح را یاد گیریتان. این چه شرمندگی. حالا ببینید شما فوتیدگان و گرفتار شدگان را کم نشان بدهید. داروی درمان با حساب هزارها نفر آمده را از خود میکنید. حالا این خیانت ها پرسش دارد؟ حتما پرسیده میشوید. ببینید حالا خانم انیسه جلیلی که از عهده نیرنگ نبرآمده است یک آمار نسبتاً واقعی را گفته است. کنی ناحیه های دیگر نیز به گپ درآیتون چی؟ وزیر تندرستی اگر همه این ناحیه ها مثل انیسه جلیلی به گپ درآیند، وزیر تندرستی سحر میخیزد یپانیا گریخته میبرود، چون در اونجا کم کس او را از یپانسا فرق میکند. کاش وزیر تندرستی با همین به یپانیا گریخته برفتن خلاص میشد.
тамошобинони гиромӣ, шунида истодаетон ми дар кишвари ҳамсоя Қирғизистон чӣ ҳодиса рӯй дода истодааст? имрӯз агар аз расонаҳо хонда бошед, ба фасодкорон муҳлат дода шуд. ҳамагӣ 1 моҳ. ба фасодкорон муҳлат дода шуд. ҳамагӣ 1 моҳ. иҷрокунандаи вазифаи президенти Қирғизистон Содир Ҷабборов ҳамин рӯз дар як изҳороти вижа хабар дод, ки авфи иқтисодӣ эълон мекунад ва ба коррупсионерҳо 30 рӯз вақт медиҳад то ҳама пули молӣ аз давлат дуздидаашонро худашон баргардонанд. ҳар як тини ғайриқонунӣ аз давлат гирифтаашонро ихтиёран супоранд. молу мулк ва сармояи пинҳон кардаашонро ошкор кунанд ва дар борааш маълумот диҳанд. ҳоло ин рӯз ба сари ҳар як фасодкори тоҷик ҳам меояд. хеле вақти кам мондааст. пешакӣ бо мардум будани ва дар ғами миллат будани худатонро муайян кунед. эй муҳтарам масъулин, ин пешвоятон ҳамин сари худашро аз миллат халос карда наметавонад. як худашро халос карда наметавонад, аҳлу авлодаш он тараф истад. ин ҳам ба ҳисоб гиред. инҷо ниҳояти барномаи имрӯзии мост. барномаҳои дигари моро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва пойгоҳи Payom.net пайгирӣ кунед. лутфан муштарӣ шудан ба канали ютубии мо ва навиштани назари худ дар бораи наворро фаромӯш накунед. пахши тугмаи маъқулашудро низ лутфан дариқ надоред. ва ҳамчунин пахши тугмаи зангола ба шумо имкон медиҳад, ки баробари нашри наворҳои мо дар ютуб шумо дарҳол бохабар шавед. дар паноҳи Аллоҳ бимонед. хайр то рӯзи дигар. барномаи сиёсӣ ва таҳлилии дидгоҳ. дар фазои сиёсат садои ҷадид. радиои Паём. илм, фарҳанг, навид. радиои Паём. машварат, баҳс, гуфтушунид. дар тамоми дунё рӯи расонаи интернетӣ радиопаём.net